ابی ابن خلف و عقبه ابن ابی معیط، اینها دو سرداران قریش بودند که با هم دوست بودند و یکی از آنها عقبه ابن ابی معیط روز طعام میدهد و از بین مهمان ها پیامبر صلی الله علیه و سلم را همچنین دعوت میکند، زیرا اینکه او با پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار در سری دسترخوان ها می نشست و به مهمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم را دعوت میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اما از طعام او یگان چی نمیخورند، زیرا اینکه او مشرک بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان چی نمیخورند. وقت عقبه میگوید که از طعام بخورید، برای چی نمیخورید؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که من یگان چی نمیچشم تا آن لحظه ای که تو مسلمان نشوی. وقتی اشهد ان لا اله الا الله شهادت میدهی به یگانگی الله تعالی و بعد اینکه من فرستاده او هستم، بعد من از طعام تو میخورم. عقبه در حال میگوید که اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله گفته شهادت میدهد و پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از آن از طعام او میخورند. بعد که مجلس تمام می شود و مهمانان می روند، پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز همچنین می روند با همون دوستش که گفتیم ابی ابن خلف. این حادثه و این قصه به گوشش می رسد و آنها ابی ابن خلف در سفر بود، از سفر وقتی بر می گردند میگوید شنیدم که تو از دین اجداد روی گردانیدی، دین محمد را قبول کردی. عقبه میگه نه، به خانه مهمانی دعوت کردم، گفت که تا شهادت ندهی از طعامت نمیخورم. دیگر نخواستم که یک مهمان از خانه من یگان چی نخورده برای همین برای او شده چی کردم؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله گفتم، ماندم همیشه. دوستش میگوید که ابی ابن خلف میگوید که روی من بر روی تو حرام است، دیگر من با تو دوستی نمیکنم تا آن دمی که رفته بر روی پیامبر صلی الله علیه و سلم، بر روی مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم توف نکنی. و در حقیقت این مشرکی پسترین می رود و این کار پست را در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم اجرا می کند و از دین اسلام اصلا که دین اسلام را قبول نکرده بود، مثل منافقان چیکار کرد؟ به زبان آورد شهادت را و بر روی مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم این انسان پست، این مشرک توف میکنند. روزها میگذرند و این دو مشرک پست صفت پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی را در جنگ بدر اسیر میشد و کشته میشود عقبه، و دیگر را در جنگ بدر ابی ابن خلف را خود پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی مبارزه میبرند پیامبر صلی الله علیه و سلم میکشند، به قتل میرسانند. وقتی عقبه آن کارش را کرد، الله تعالی آیت مبارکه را نازل کرد که الله میفرماید و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لم اتخذ فلانا خلیلا. روز قیامت شخص ستمگار ظالم از شدت حسرت انگشتان ندامت را میگزد، سخت پشیمان شده انگشتان ندامت را میگزد، میگوید که ای کاش من پیرو پیامبر صلی الله علیه و سلم میشدم، ای وای بر حال من، ای کاش من فلانی را برای خود دوست قرار نمیدادم، کاش که من با او دوستی نمیکردم. لقد اضلنی عن السبیل، مرا چیکار کرد؟ گمراه کرد. سبب گمراهی من همون فلانی دوستم شد. در سبب نازل شوی همین آیات های مبارکه مفسرین آن قصه ای که ما گفتیم همان را ذکر میکنن. بله، این دنیای چی است؟ دنیای است که در یک حالت باقی نمیمونند، چنانی که میگویند آسیا به نوبت است. امروز تو پرقوت هستی، امروز منصب داری، آبرو داری، قوت داری، نیرو داری،
پگاه می شود که همه این را الله تعالی از دست تو کشیده میگیره. آن روزی بود که اهل قریش بالای پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان ظلم و ستم میکردند. آن روزها گذشت. روزی آمد که پیامبر صلی الله علیه و سلم با اصحاب عزتمند شدند، پر قوت شدند در مدینه منوره. و همان روز هم رسید که آن مشرکانی که بالای پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرام ظلم و ستم میکردند خوار و ذلیل گشتند. البته این دنیا چنانه که گفتیم دنیا آسیاب به نوبت است. این دنیا دنیای گذرا است. کجاست آن فرعونی که انا ربکم الاعلی، من پروردگار بزرگوار شما هستم گفته بود؟ کجاست آن نمرود؟ کجاست آن قارونی که با مال و ملک و ثروتش فخر میکرد؟ کجا شدند آنها؟ بجز همون پیرامیده هایی که امروز همچون اثر از آنها باقی مانده است، از فرعون و از هامان و قارون، دیگر یگان چی از آنها نمانده است. همه گذشتند و رفتند، اما عملها باقی ماند. پیامبران نیز گذشتند و رفتند، صالحان نیز گذشتند و رفتند، اما عملها باقی ماند. آن ظالم و ستمگار ظلم و ستمش بر گردن او مثل زنجیر باقی ماند. و همچنین انبیا و صالحین و صدیقین آنها نیز گذشته رفتند، اما عملهای صالح آنها، نام نیک آنها باقی مانده است البته. و همچنین از این قصه ما اهمیت دوست را میفهمیم که دوست برای انسان چنانه که میگن الصاحب و صاحب، دوست انسان را میکشد به سوی خود. و چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن المرء علی دین خلیله، انسان بر دین دوستش است. دوستش چه خیل باشد همین خیل میشود. وقتی دوست نزدیکان ما و شما انسانهای فاسق و فاجر باشند، البته به انسان تاثیر میرساند. انسان هم نفهمیده میماند که چه خیل خودش فاسق و ایمانش ضعیف شده ماند. و همچنین اگر اطرافیانش، دوستان نزدیکش انسانهای پرهیزگار باشند، انسانهایی باشند که خدا ترس باشند، انسان ایمانش با دیدن همانها ایمانش قوت میگیرد. امروز اکثریت جوانها دوست نزدیکترین آنها چی است؟ همون تلفن شده است. در تلفنش چی باشد؟ اگر اینستاگرام و تیک تاک و همون نوارهای فحش باشد، یا در همون یوتیوبش اگر فقط موسیقی گوش کردن و نوارهای هجویی و خنده و همین چیزهای بهوده باشد، انسان میبینی که ایمانش ضعیف میشود، فاسق میشود. و اگر در همون تلفنش که امروز از همه دوست نزدیکترین همین تلفن شده مانده است، اگر در همون صحبت ها باشد، امر معروف باشد، کتاب ها باشد، انسان هر لحظه از آن بهره برد، ایمان او بر فایده او میشود تلفنش. برای همین کوشش کنیم که نزدیکان ما و شما، دوستان ما و شما و همچنین همون تلفن که امروز از نزدیکترین شخص ها از پدر و مادر دیده متاسفانه نزدیکتر شده است، کوشش کنیم که لااقل در همون تلفن ما و شما فقط و تنها چیزهای مفید، چیزهای فایده‌ناک برای ما و شما، ایمان ما و شما باشد. ببینید همون نفرهایی که حتی بدبینی به دین مبین اسلام دارند، آنهایی که فقط شخصان نمازخوان و دیندار را پیگیری میکنند، همونها نیز اول تلفن شما را تفتیش میکنند. نعوذ بالله. اگر در تلفن شما مبادا یک آیت قرآن باشد، یک صحبت باشد، یک امر معروف باشد، شما جنایتکار هستید نعوذ بالله. و بالای شما پرونده ها کشاده می شود نعوذ بالله. اما اگر در تلفن شما رقص و بازی و حتی قمار و چیزهایی که آخرت، این دنیا و آخرت شما را می سوزاند، چون این چیزها باشد، پروایی ندارند. تنج بوده است، به قول این خودی بوده است نعوذ بالله. آیا همین شد حالت ما؟ آیا با همین امروز جامعه ما و شما نجات می‌یابد و یک جامعه پیشرفته حساب می‌شود؟ جوانهای ما و شما امروز وقت ضایع می‌شوند، وقتهای خود را، وقتهای پرقیمت خود را در فحشا و فسق و فساد و قمار و هر چیزهای بهوده و بیهوده صرف می‌کنند. با همین امروز جامعه ما و شما پیش می‌رود نعوذ بالله. بنابراین نشانه دوست نیک آن است که تو را به الله تعالی، به خالق تو را نزدیک می‌کند
و نشانه دوست بد همونه که تو را از الله تعالی دور میکنه، از دین، از آن چیزی که بر دین و دنیای تو فایده میکنه، از همان چیز تو را دور میکنه. و متاسفانه امروز دوستان بد خیلی زیاد شده هم. اما این معنای آن را ندارد که دوستی حقیقی، دوستانی که نیکی دینی و دنیوی را برای ما و شما میخواهند، آنها تماما نیست شده باشند. پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینید ابوبکر هر روز به نزدشان می آمدند، میگفتند که پیش از هجرت میگفتند یا رسول الله برایم اجازت دهید که من هم مثل دیگر صحابه ها هجرت کنم. صحابه ها یک تا برآمده از مکه مکرمه به سوی مدینه هجرت میکردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابوبکر اجازت نمیدادند. ابوبکر خیلی رغبت زیاد داشتند که هجرت کنند، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند که شاید الله تعالی برای شما رفیق، همراه، یک دوست گرفته مانده است که همراهش سفر میکنید، هجرت میکنید. و آن روز هم رسید. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به خانه ابوبکر آمدند، وقتی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم هجرت کردن را الله تعالی اجازت داد، پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه ابوبکر صدیق رضی الله عنه رفیقشان هجرت کردند. بنابراین دوستان هستند که در این دنیا دوستان مثل ابوبکر و عمر و عثمان و پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر برادرانی بودند که علی رضی الله عنه کرم الله وجهه، واقعا آنها دوستانی بودند که برای این دنیا و آخرت همدیگر را چیکار میکردند؟ کشاله میکردند. الله تعالی را دعا کنیم که دوستان و نزدیکان ما و شما دوستان حقیقی، دوستانی باشند که ما و شما را به الله تعالی نزدیک میکنند و الله تعالی فرزندان ما و شما و هر یکی ما و شما را در این دنیا و در آخرت از دوستان بد، از آنهایی که نه دین و نه دنیای ما و شما را آباد میکنند بلکه ضرر میرسانند، الله تعالی ما و شما و فرزندان ما و شما، نزدیکان ما و شما را از چنین دوستان بد دور بگردانند. تا نوار آینده الله تعالی نگهبانتون باشه.